سفر امام علی رحمان به نواحی کشور همیشه چون غمخوری او به مردم و در غم آنها بودنش جلوه می شود. اما هیچگاه حساب نشده که از سفرهای او چه نفع و ضرری به مردم نواحی می رسد و سفرهایش با چه قیمت تمام می شود. سفر رئیس جمهور به نواحی را حاکمان آن نه تنها آبرو و اعتبار خود می حسابند، بلکه این سفرها یکی از بزرگترین منابع درآمد برای آنها در طول رهبریشان است. با بهانه آمدن رئیس جمهور آنها نه تنها از کارخانه و شرکت ها، صاحبکاران محلی و حتی مردم عادی صدها هزار گاه میلیون ها سامانی جمع آوری می کنند، بلکه صدها هزار دیگر پول بودجه محلی را با این بهانه به کیسه خود می زنند. سفرهای پرزیدنت امام علی رحمان به نواحی کشور اکثر مورد با سپارش خود حکومت و یا اینکه دستگاه ریاست جمهوری پرشکوه تمام می شوند. دستگاه ریاست جمهوری و یا اینکه خود حکومت به واسطه به مسئولین در ناحیه ها و منطقه ها سپارش می دهند که باید از پرزیدنت در وقت سفرها با چنین شکوه و شهامت استقبال نمایند. از جانب دیگر خود رئیسان ناحیه ها هم در بین خود یک نوع مسابقه و یا اینکه آزمانی نانوشته دارند که هر یکی میخواهد استقبال و یا اینکه پیشوازگیری پرزیدنت را در محل خود نسبت به ناحیه های دیگر پرشکوه‌تر انجام دهد که البته این پیشوازگیری ها و یا اینکه این شیوه و طرز پیشوازگیری ها بر ضرر حکومت، بر ضرر مردم و به خصوص بر ضرر فرزندان مردم انجام می شود. مصیبت مردم با این غارتگری ها تمام نمی شود. در هر سفر رئیس جمهور برخی ساکنان از پارچه زمین، دیوار حولی، مغازه، دکان و حتی خانه محروم می شوند، زیرا به وقت بدشان داراییشان در سر راه پیشوا قرار گرفته است. برای خیره نشدن طبع جنابشان یا از او تنبیه ندیدن حاکمان محلی دیوارها چپگردان می شوند. دکان مغازه ها و حتی خانه ساکنان توسط بولدازر به زمین یکسان کرده می شوند، گویا اصلا وجود نداشتند. مخصوص برای سفر رئیس جمهور در اکثر حالات در ناحیه ها یک استراحتگاه زمانوی با سرعت بنیاد کرده می شود برای همگی چند ساعت یا دقیقه توقفی رئیس جمهور. آیا در کشور چون تاجیکستان کسی تصور کرده می تواند که پرزیدنت را در وقت سفر یکی از مسئولین طرز استقبال نماید که پرزیدنت آن شیوه را خوش نداشته باشد؟ نه البته. بعداً این استراحتگاه ها به مالکیت شخصی رئیس ناحیه یا ولایت تبدیل می شود. در این باره قبلا سایت اخبار هم خبر داده بود. این رسانه نوشته بود مقامات ناحیه کوهستان مسجا استراحتگاهی که برای سفر رئیس جمهور سال 2016 در دهه ولغوند ساخته شده بود کنده به دهه راغ برده اند، چون قرار است ماه اوگوست امام علی رحمان از این دهه دیدن بکند. پول حکومت در وقت سفر پرزیدنت ناجا صرف می شود، یعنی سفر به هدفهای اصلی خود نمی رسد. مسئولین ناحیه ها از مردم به قدر آنچه دهانشان می خواهد پول می ستانند. همزمان مسئولین حکومت در ناحیه ها فرزندان مردم به خصوص محصلین را مجبور می کنند که از 1 ماه تا 3 ماه برای آمادگی سفر پرزیدنت وقت گران خود را خرج نمایند که این همه به ضرر ساکنان انجام می شود. قرار است رئیس جمهور اوایل ماه سپتامبر به ناحیه مومن آباد هم سفر کند. در کنار کولی مومن آباد که از موضع زیبا و خوشباد و هوای این ناحیه است، سالهای 2003-2004 رئیس وقت این ناحیه رانا کریمووا برای یک سفر امام علی رحمان به آن موضع در کنار کل استراحتگاه بنیاد کرده بود. بعد سفر رئیس جمهور این استراحتگاه به مکان استراحت رئیسان ناحیه و ولایت تبدیل یافت. حالا این استراحتگاه را پر را تخریب کرده به جایش بینای نو ساخته ایستاده‌اند با مبلغ حدود 2 میلیون سامانی که البته از صاحبکاران محلی و مردم ناحیه با زوری و زاری جمع آوری شده است.
استراحتگاه در کنار چپ این کوه که در عکس میبینید ساخته می شود. در این 15 ساله که از سفر امام علی الرحمن به کوه مومن آباد گذشت، مقامات محلی قسمتی از زمین‌های اطراف آن را به مردم فروخته بودند. حالا چند خانه‌ای که در مسیر راه رئیس جمهور قرار داشتند بدون به صاحبانشان پرداختن جبران پولی تخریب کرده می شوند. دعوای مقامات ناحیه مومن آباد هم این است که گویا این خانه‌ها غیر قانونی بنیاد شده اند. این هم در حالی است که صاحبان خانه‌ها بعد حجتگزاری رسمی و دریافت تمام اجازه ها آنها را بنیاد کرده اند. این نواری که شما می‌بینید یکی از همان خانه هاست که با دستور مقامات تخریب شده است. بسه بچه بیام چون تختمون اخلا میدم مرا شکست این تفلین که نوخ از باروی سو این چی به این صوفیه این صوفی دیونت هم را رسمو کن وجه پول بدوخی به پول بگیره ما خلان ای بچه هم را رسمو کن شموخی ایج نیمی شاوشی شما روز مونه تنه بچه شما چی خیلی بودم دیدی بسه هم را رسمو کن دیگه بسه دیگه یگان قانون شکنی که در این حالت رخ داده است زمین فروشی حکومت محلی است، اما ضرر را مردم می‌بیند. فروش زمین یکی از راه‌های اصلی درآمد رئیسان ناحیه‌ها در تاجیکستان میباشد. بعد فروختن زمین آنها به مقامات دیگری محلی سپارش می‌دهند که اسناد آن را برای صاحبان نوشان درست کنند. ساکنان همچون همه حجت‌هایشان با مهر و امضا آماده می شود به ساختن خانه می پردازند. اما وقتی امکان افشا شدن جنایت رئیس ناحیه به وجود آمد، آنها برای پنهان کردن جنایت خود ساکنان را از زمین و خانه هایشان محروم می سازند.